به نام خدا عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز، دوستداران ورزش پرهیجان فوتبال. هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون برای تیم‌های فولاد خوزستان و تراکتور تبریز روند حضور علاقه‌مندان به فوتبال در استادیوم‌های ورزشی ادامه دار باشه. یه برخورد سوت سید وحید کاظمی و پنالتی گرفت تو دومین دقیقه. پنالتی برای فولاد. ببینیم در تصویر آهسته که چه اتفاقی افتاد. صف هادی تماشاگرای فولاد منتظر. سعید آقایی میزنه و توی دروازه. گل اول برای فولاد خوزستان خیلی زود به ثمر میرسه. یه معذرت خواهی هم بکنم، بنده خدا مجید علیاری پنالتی رو زد. پرتاب رو ببینیم به چه شکل انجام میده. بلند محمد آبشک داخل محوطه. موسی کولیبالی تصویر روی یوتیوب. یه ضربه سر کمجونه و اخباری توپو راحت میگیره. دوباره پنالتی. ببینیم تو تصویر آهسته که چه اتفاقی افتاد اینجا. سوت وحید کاظمی. موسی کولیبالی میزنه توی دروازه. پنالتی دوم زیبا و مطمئن‌تر از پنالتی اول تبدیل به گل میشه. خلاف جهت حرکت محمد رضا اخباری، علیاری پهلوان اطرافش رو نگاه میکنه. پاس روی از زمین. یه ضربه با پای چپ. پاتوسی پاسش خیلی خوب. حمید بوهمدان از راه دور میزنه. تیرک دروازه تراکتور به لرزه در اومد. تصویر آهسته میتونیم بهتر زیبایی های کار رو ببینیم. چه شوتی زد حمید بوهمدان با روی پای راست محکم و پرقدرت. حالا اجازه زدن ضربه صادر میشه. ریکاردو آلوز مواج. یه ضربه سر تو چارچوب نیست و باید برگردن بازیکنه تیم تراکتور. برمیگردونه دوباره موسی. هادی محمدی از راه دور میزنه. چه گلی! یه ضربه استثنایی از هادی محمدی. کاش هرچه زودتر تصویر آهسته رو ببینیم. اوه اوه اوه، از فاصله 35 یا 40 متری با روی پای راست و توی دروازه. ریکاردو آلوز مستقیما میزنه و کریستوفر کنت این دفعه دیگه تسلیم نمیشه. ریکاردو آلوز میفرسته. فرصت گل مساوی. دو فولاد و تراکتور. شاهکار ریکاردو آلوز بغل پای محمد آقا جانپور و همه چیز دوباره از اول بایستی نوشته بشه. فوق‌العاده بود، استثنایی بود. ببینیم با هم چقدر خوشگل فرستاد آلوز. چه بغل پای دقیقی زد محمد آقا جانپور. فولاد فرصت برای محمد عباس زاده. گل سومو نتونست به ثمر برسونه. جریان توپو مدیریت بکنه تا پرتاب برای تراکتور شکل بگیره. فرصت برای فولادی ها. واکنش عالی محمد رضا اخباری. دروازه تراکتور رو برای چندمین بار نجات میده. بازیکنان دو تیم در محوطه جریمه فولاد. ارسال آلوز بلند و مواج. فرصت میرفت که تراکتور گل بعدی رو بزنه. پاس رو به جلو. مجید علیاری میفرسته بلند. یه ضربه سر و گل سوم. اشکان دژاگه دروازه فولاد رو باز میکنه. دروازه تراکتور رو باز میکنه. عذرخواهی میکنم، گفتم این بازی میتونه برنده داشته باشه. سطح فوتبال ایران ضربه سر زد. ببینیم با هم دیگه چه سری میزنه اشکان دژاگه. دروازه تیم سابق خودشو باز میکنه. هرچی تلاش کرد محمد رضا اخباری افاقه نکرد و این ضربه سر ریکاردو آلوز. فرصت برای تراکتور. دفع توپ فولادیا پشت محوطه جریمه و حالا سوت پایان بازی رو میخواد به صدا در بیاره. وحید کاظمی. تراکتوریا ریختن یه لحظه
سر داور 100 دقیقه تلاش دو تیم و اشکان دژاگه تفاوت‌ها رو رقم زد. 3-2 فولاد شکست میده تراکتور رو.